ای جانی بابا جانی بابا جانی بابا نامت چی بوده؟ ای جانی بابا ای جانی بابا مکتب رفت دوستی تو؟ یه خنده زنه خیز بچه جانم خیز ما امروز عرفه نومی مای یعنی که روزی ایدی غلبه من 70 سالگی ایدی غلبه این سال جشن میگیرم پسر جانم وای وای ای وای وای ای وای روزهای جنگ الهی هیچ کس نبیند پسر جانم ما 5 سال دشمن کتی جنگ کردگی ما برای وطن گفته جنگ کردگی پسر جانم ذراتی نگفته جنگ کردگی پسر جانم بطور نیمیسا کتی جنگ کرده من امروز ما دعوت کرده پسر جانم ما هم خدمت ها نصیب باشد من امروز وا خورده یک جایه من عید میکنیم پسر جانم تو بچه جانی بابا نغز خوان شکر کردن در کار پسر جانم شکری منمین دور شکری منمین زمانه کنید بچه جانم شکر کنید که منمین روزهای تینجی برسیدیم شکری سیری و پوری شکری تینجی منمین دور زمانه کنید پسر جانم نغز خوان مکتب برو گپای کلان سالابه پسر جانم گوش انداز فهمیدیمی؟ نغز خان من یک تا هم خدمت هم بود وای بابای عزیز محمد فامیلشان الکزی بود بابای عزیز محمد شادیوف بود به فکرم انا بچه جانی بابا ما امروز عرفه عید به خدا خواهد وا خورده امروز بیرم میکنیم پسر جانم تو رفته بازی کن پسر جانم ای جانی بابا نغز خانه نغز خان بچم نغز خان ای جانی السلام علیکم ارتاق جانی منه وای آشنا جانی منه وای جانی منه سنج هستی؟ هم هستین؟ شما تو زگمیه؟ شما حید می؟ از شما گردم همین شما می؟ وای از شما گردم از شما تو زگمیه؟ همون چی خیلی بودی؟ همه ایستادی؟ وای نموره شما وای نموره شما کنی آمین خیراتی خدم الله اکبر شما چی خیر شما؟ رحمت شما همون سال 45 ایسون یک بار همین عرفه های عید به اگر یک دیگر ما نبینیم دیگر مهر و عاقبت نماندگی کار بسیار آخه شما کماندیر بودید همون جنگ کماندیر همه ما بودید و همه هم خدمت ها تو زگمی و یک تا آشنا ما بود که ولی چیزی نامش حالگی تو پلنگ بود می؟ اخ ملاخا گیرا ملاخا گیرا وای من تو پلنگ گفتم همون جنگ تو پلنگ میکرد که انا سانی یک دیگه وای ما کلان سال بود که موسفید بود که گل مرزا تو زگمی همون تیزمی بچه هاش ولی باید بقوت می؟ بقوت همون گردش بود و سنایپر زدگی بود تو زگ شدگی می؟ و یک گرده گفتن پرت افتن یک گرده خطی آجر میخ بارینه خربوز کشته گشتن استید شما نمورید شما و یک تو ارتاق ما بود که شایر بشره و بالای تنک ها برآمده تو شیرخانی کرده سیاد کیم چی بود گل حسن اما زنده می سالی 43 و باطلا خنده برفته گردن و بیدیش خلدر کرده تگه آمنده وای همون تو زگمی بچه هاش نغزمی یک تا همون کرکدیل بود نه چی که بیر پرتاخت غزاندگی بود کرکدیل ترسیده رفت باطلا خنده بخوردگی بود وای گذشته روزهای الهی خدا دیگه نبیارد وای عذاب و مشقت هایی که ما کشیدیم راست از 41 تا آخری 45
درون برلین وای خورسندی های برلین استاننده شما خوب نمیرفتیم امی خیلی کوچه به کوچه بایرق برداشته دویده اوره گفته میگشتیم زرادی نگفته من امروز جوانو این روزه تینجیه این روزه زمانی آرامه بعضی جوانای بینه دارن ناشکر وای روزهای الهی دشمنی ما نبیند الهی نبیند راست میگی شما خودتون کماندری بودید چقدر عذاب مشقت این آرامی ها با آسانی آمدگی نیست و منو تو جان کندیم همین نگوید شما همین قدر انسان میلیون انسان ها جان کند برای چی؟ برای همین آرامی و آسایشتگی همین ها البته بعضنش ناشکری میکنه وای رفتار وای گفتار وای کردار میبینید بتون عصبان وایرال شده هم تو خسته هم جنگنده بوده که سنایپر گرفته وای ناشکر بنده های شما تنج میاخه من این روز عرفه ایدی غلبه رفته یک نزدی همون خاطره ها به یک گل مانده یک یاد کرده بسیار ناز میشد خیستیم خیر بسیار ناز میشد روح ارواح همون شهیدان شاد میشد خدا خواهد با انا امشب مهمان شما شده و کرتاب یک تا کرتاب شما خیزید کنی پیش شوید شما خیزید وای من میان از اومتیت من پاچکم کنتر پاچکم نگه خودم میخباری نمید وای درنی وای ترانشی ها الهی دیگه وای روزایی نبیده День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы, пороха права, это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. У мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. И ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы, порохом раба. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. مشکن جوره امروز در عرفه ایدی غلبه برای هر یک اشتراکچی جنگی بزرگی وطنی 3 متری متا تیار کردگی هم تو می؟ متریال همان رفته زنکا این ما میتین ما زرکای چاقا میکنیم خانگه خودمون همین گفته رفته دستی هم کمپیرا با میتیم جدا نه از کمپیرا میتیم باید خورسن میشن البته بگاهی ساعتی 5
همه اشتراکچی جنگ یک جا جمع آورده دیدار بینی میکنم فهمیدی؟ هم تو می رفته بعد از اونجا به حضور خانه من میریم و یک تا قرطابی مچایی میخوریم Мама, возвратились мы и все босиком пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник синёю на висках. همین ها اینا این همین تربوز و خربوز بکشتگی ای جان من شما درود جنگوه من هم نگاه کرد استادم وای استاننده می داره میترنشه من گریختنم جانی بود حید بای گریختن دیدی کنی مرحمت کنی مرحمت شما مرحمت این حال بخواهی ارتاق جانم Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. السلام علیکم بچم علیکم السلام ایش باول مرا خاله خودی بر ما ییدو خوب پشت در هم نوبت استادن شما اینجا نوبت استادن اما اشتراکچی جنگاتون همه کس در ایش باول مرا خاله احمل لباستون بر من 6 مترم ته حالا این لباس برای اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی خوب نه برای هر کسی این از طرف صاحبکارا برای اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی تقسیم کرده ایش باول هم تو مرا خاله همین 6 متر همین تیم بسیارم نده 6 مترم ته حالا ما کلمه کن ما بعد توی های تو بگم 6 متر احمل لباست پیش باول هم تو مرا حالا اگر از اویلی شما یکم کس در جنگ اشتراک میکرد ممکن بود گفتم این برای اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی 3 متر دیگه برای جماعت مسجد شدید برای اشتراکچی جنگ بزرگ برای اشتراک در نوبت استودن اشتراکچی ما دیدم شد در نوبت استودن در پشت در اون همه فرده که من خاله والا با یا با اینجا بیت 3 متر جماعت پلدارک عمر پیش باید هم تو مرا خاله در دیده ها مرا خاله خاله جان گوش کنید 6 متر کم ته حاضر سراغ میشید خاله سراغ میشید شما آدمی بفهم پیش باید یک پیری روزگار دیده پیش باید مرا من شما فهمونم خاله جان که انا همین متاهایی که حاضر در پیشتون میبینید
از طرف صاحب کارها برای اشتراکچیان جنگی بزرگی وطنی تقسیم کرده می شود. پیش پای صاحب کارها در نام شما را گوش دهید. یک بار همین بینید که در همون آیلی شما یگان کس در جنگ اشتراک کردی بود یا انا این کلمه ویرونه او بخاطرم نرسی من بخاطرم رسونه هم مرده که منم در جنگ اشتراک کرده یا یه سالی کدوم سال 41 همه عروسک بودم جنگ سر شد حق دستر نیمسا خدا دارم اومدن و همه بچگله رو قپیدن گرفتن برفتن ارمیا همه مرده که منم در قطار همونا بود گرفتن برلشون همه برنشون پیش پایش ما مرمان میبرن همه دست عملیات سوارشون میکنن دست عملیات سوارشون میکنن و میبرنشون همه راست جنگشون میبرن جنگشون میبرن دست عملیات سوارشون میبرن شبکه بالا یک جنگل میبرن میپرتاینشون با پرشود انا دیداش ما برم مردک ما همه مردک سلاسه کار بود همه‌شون خیستن پراشوت‌ها رو گرفته اختایشون غروندن مردک ما سلاسه میشده همون پراشوت ایادش برون میده خودش همه سمریات غرونده یا گفته خودش غرونده پراشوت ایادش برون میده همه ایرونی خدا با او پراشوت‌ها پیش فرو میده الهی برکی آمد همه قلاور جنگل در همه جنگل یا اسپاک علف کرده میفراد در همه بالای اسپاک علف میزند مثل سیوری اتی همه اسپاک میبران میگریزن انا پیش پایش ما برم روز اول اینو نیمسا لوله میکنن از جنگل بیرون میکنن روز دوباره نیمسا اینا را از جنگل لوله میکنن بیرون میکنن انا روز سیوم خلاور جنگل خبردار بشید میبرن همه بزن جنگل بیرون میکنن انا خولا این گپ ها از روی حجت ندید این گپ ها کار نمیبیان برای همه حجت در کار حجت؟ انا که شما استه انا همه حجتاش دکمیتاش همه در دنیا همه پرشود در همه سمالیات هم تو بررفتگی تا حال همه لیوچک در کس نیست انا پیش باید مرا خواهد همه 6 متر لباس هم تیتا یک مصلحت خوب هر دومو آدمای کلام خوب ما اینها را به همون اشتراکچی‌های جنگی بزرگ وطنی تقسیم کنیم خوب به نزدیکی ایدی وای میشد بانوان میشد در همون ایدی بانوان اما که میسودیم با اید باد باشد همه 6 متر از کرایه میکنن که خمده در اندک نمونه به اشتراکچی جنگ چند سال شده این جنگ بسیده میشه 70 سال در همین دوام 70 سال همین ها یه گفتش بیگون تو جنگ کرده اینو بی من گرده که بر اشتراکچی جنگ میگوی 70 سال همین ها بیگون تو جنگ کردیان اما هر روز خودم با کلیلم جنگ دار